های مردم، انمی آدما بچه مرا جادوگری کردن، بچه مرا با جادو فریب کردن. چی گفته ایستاده شما؟ قرار حاکم را نشونیدید مگر؟ چیکار میکنید اینجا؟ روید گم شوید. کاش حاکم اینها رو دستگیر میکرد و از اینها جانمون خلاص میشد. کاشکی ای زنکی فکچخت، میدونی چی؟ من بچه‌مه تو داماد نمیکنم، انا ایجا مینویسم. خدا نشان ندهد که گویا ما میخواهیم که پسر شما دامادی ما شود. مادر آخر سنم، یعنی در خانه هست گفتم مهمان از دخترم. کنی کوشش کن هجری رو دامادت کن، بعد من تو رو میپرونم. تو کی رو میپرونی؟ بابای قادر، شما آنها رو با من گذارید، من حل میکنم، دستتان رو خونالود نکنید. کنی گم شو رو از اینجا. گم شو. مور تو برای محافظ گم شو. بچه ما جادو کردن، رنگ میمونواری، چه خیلی که میخواهم بازیش میدارونن. مرا سیرمی دیوانه میگوین، من اون جادو رو ویران میکنم. هیچ کس از نامزدی من آدم دزدیده نمیتواند. چی خیلی نامزد آخیر، نامزدی که ها باز ویران شده است. ببین هجری درباره کیست؟ درباره دوست داشته‌اش است. کنی هجری جان بیا میرویم، نمیخوای حجره نوت رو ببینی؟ برای تو یک حجره بهترین آماده کردم. تمام سنم. بنفشه تو پدر و مادرم رو بگیر و به خانه روید، من امشب اینجا میمونم. مایلش. اکا تو دیوانه شدی؟ تو در خانه این آدما چیکار میکنی؟ آخر بنفشه من به فرمانی دیلم، کی دیل به فرمانی من است. روید. پدر مادر به شما شب خوش مرا ببخشید. خیلی شیرینم بیا میرویم. هجری من تو رو نجات میدهم. میمونی ترکیه، اگر با هجری اگان کار شود همه اتون رو میپرونم. آسیا بیا رفتیم. اوه سعدی بچه را نمیگیریم؟ نمیبینی آخی؟ با خواهشی خودش رفت. چه خیل خواهش نامعقول کرده. خیر روید، خوش باشید. افتفشم روید. قادر، یعنی روحش رو یابو این بچه رو برگردون، وگرنه من با آمد و رفتی آنها طاقت نمیکنم. حالا بچه ها به خونه من اومده است. من نمیدونم، روحش رو یابو فرستان.